شبتون بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم دوستان. امشب شب 31 دکبر البته در تمام روی دنیا یعنی که سال نو میلادی را جشن گرفته شدن و ببینید که با همین شب نگاه نکرده به مانندی صبح هست. یعنی که چگونه که با دمیدن صبح چنین روشنایی می شود، این حال هم چنین است. خوب دوستان عزیز، البته سال 2025 با بعض انسان ها سالی خوب بود، سالی نغز بود، سالی با برور بود. البته نه همه چنین یک خیل هستند و با دیگران باشد. البته این سال سالی غم بود، سالی جدایی بود. با همین نگاه نکرده سال 2025 رو هم به انجام رسانیدیم، یعنی که سال 2025 هم از ما دور شد. آخرین شب سال 2025 بعد از ساعت 12 سال 2026 می شود. در این سال دوستان به همه شما، به همه اون کسانی که ما رو تماشا دارند، به همه اون کسانی که ما رو گوش دارند، اولا تنسیتی و سلامتی از درگاه الهی خواهان هستم. بعدا دوستان به همه شما سلامتی، تنسیتی، خانه آبادی، خوشحالی، چگونه که سال 2025 یعنی که آخرین سال، آخرین ماه این سال برای مردم تاجیک، برای مردم جمهوری تاجیکستان یک سال غم بود که به هر یک ما و شما معلوم است. و سال 2026 را بردباری ها، کامیابی ها و اینچنین از درگاه الهی خواهانی آن هستم که فیض و برکت را بر مردم ما، بر دولت ما زیاده گرداند و هر یکی ما را به مراد و مقصد ما برساند. البته باید هر یکی ما دعا کنیم که پروردگار تنجی و امانی را بر دولت ما، بر تاجیکستان صاحب استقلال عزیز دائمی بدارد. زیرا همین که خیل در شبها گشتن ما، آزاد و خوب رفتن ما، به سفر برآمدن ما، یک نفسی آزاد کشیدن ما، این همه باعث صلح و ثبات و آرامی و تنجی است. خب دوستان، بر شما سلامتی خواهان هستم. تا نوارهای آینده در پناه عظمت خداوند متعال باشید. سال نو میلادی را برای شما تبریک و تهنیت باد گفته عمری دراز خواهان هستم.